ملکه زنده است. این چی میگوید؟ خدایا این رزها رو هم میدیدیم. آدمی بعد مردن ندارد میگویند. تو را البته میابم ملکه. акеги чӣ кор мекунад? 1 соат дар дарун ҷурғот кардани аст. намедонам. гӯш кун, оғои масар интизор аст. бигӯ то ҳар чӣ тезтар биравем. майлаш мегӯям. чӣ? чаро ман мегӯям? худат бигӯ. илтимос хайрӣ бигӯ то ки биравем. майлаш мегӯям. تو چی کار میکنی خیری؟ چی کار میکنی؟ акеги чӣ кор кунам? нав туро ҷиғ заданӣ будам. валлоҳ он чӣ ки аз дили инсон мегузарад медонӣ. авлиё ҳасти чӣ? хирагӣ накун хайри. бе ин ҳам ҳолатам хуб нест. ғамгиниам хуб аст. ҷонат дер мебарад мегуфт бибиям. агар маро бовар накунӣ акегит рафта бибиямро бипурс. хайри! дидӣ охир? برای یافتن تو اول پیکاس را پیدا میکنم. آنگاه یافتن تو آسان میشود. گزارش کارشناس می آمد. خبر دارد چی شده باشد؟ نه آقای دوستان، همین که فهمیدم خبر میدیم. مایلش. نجیب سردار. بخیرش چی شده باشد به نجیب سردار؟ امروز سود برای سرپرستی کودکان قرار داده است و احوالش نشان میدهد که خوب نگذشته است. من یک رفته بینم. راه گرم میروید. بچه‌ها با اجازت شما حجت‌ها را دیده برآمدم. کمی دیگر ماند. مایلش پسان میکنید. سردارم کمی مانده است. کارهایم را تمام کنم. چی مگر مرا نمیشنوید؟ باید میکنید گفتم یا اینکه برخاست میکنید. ببخشید سردارم، ما یگان کاری برخاست نکردیم. شد نباشد برایت میگویم. برایت. بخیر از نجیب سردار. غمگین می نمایی؟ کمبودی هست؟ آقای دادستان خواهش سخن کردن ندارم. بعد گپ میزنیم. هرگز. تو امروز در درد و غم یک جا بودیم. امروز چی عوض شد؟ چی شد نجیب؟ کودک ها امروز سود بوده است؟ همینقدر سوال نخوردم و خوراندم، ننوشیدم و نوشاندم. کمبودی نداشته باشند گفتم. از گلویشون یک لقمه حرام نگذشته است. اجرش همین است مگر؟ نجیب سود چه قرار داده است؟ سرپرستی هر دوش رو به همون سینان بی حیا داد. یا الله. چرا چنین کرده است؟ میشده است آقای دادستان، میشده است. من هم نفهمیدم. در اصل نوربانو هم به سودی کمک کرد. کمی است. نوربانو دختری جوان است. عقلش را دور کردند. به دام گرفتند. آقای دادستان، دختری کلان سینی دانشگاهی چخیل بازی چه میشده است. روی راست گفت که ددم را نمیخواهم. خدایا یک دانم که در کجا خطا کردم. این مراتب خودم را بازپرسی میکردم. من به این دختر پدری کردن نتوانستم. همه ما میدانیم که تو پدری نمونوی هستی. تا امروز رشوه نگرفتم، دزدی نکردم، کسی را آزار ندادم، بی‌ناموسی و بی‌حیایی نکردم. مگر کردم آقای دادستان؟ آرام باش نجیب. چرا عیب را در خودت میجویی؟ آقای دادستان کجا را کابم نباشد؟ به ما چنین آموزاندند عیب راست دیگران نه، در خودت بجو. تو از دستت آمده را کردی. سینان گفتنی شخص در این کار نقش کلان دارد. من هیچ را قبول کردن نمیتوانم. ایزی چندین سال نیست شده ایستاده است. آنچه که صاحبش بودم از میان کف دستم گم شده ایستاده است.
یعنی اینجا بیا. سرده مرا، بیا سرده. گفتم به سرده تو. من بیام به تو. همش از برای تو اپا. من کاری نکردم. دیگر گپ نزن تو. سرده مرا، سرده مرا. سرده مرا میگویم. سرده مرا. لبای پیکاس. سرده مرا میگویم. چیکار میکنی؟ در کجایی؟ کودک ها را از سود گرفتیم. حاضر در خانه. خب ما هم میگوییم کاری مهم داریم. با کی میوید؟ از زبد دو افسر دیگر خیلی مهم به نظر گیر. مایلش انتظار میشم. گپ را نمیفهمی. الپری نیست. گیر دستوایت را از من گیر میگویم. گپ را چی نمیفهمی. گپ است؟ الپرین. تو چه کار میکنی؟ الپرین دیگر خواهی و یا نخواهی خانه تو همینجاست. خونه من است. باید خونه نمیدارایم. الپرین بیهوده کوشش میکنی. دیگر خانه پدرت رفته من نمیتوانی. مجبور هستم فهمیدی؟ که با شما زندگی کنم. نمیخوام. شود نمیخوام. مرا سرده مرا میگویم. کلی بینه با کجا میرود؟ خودت رو ببین شرم کن. دادم از روی تو بچه احوال رسیده است. تو کورنمکی کورنمک. الپرین چی کار میکنی؟ مرا گوش کن. ای کودک تو چی ها کردنی هستی؟ مثل پدرت با سرمان درد شدی و بعد رو میزنی بگر. تو گبران نمیفهمی. سینان التماسم سردش خودار نشو. گوش کن ای سینان کودک. پلیسی مستقیر من است. تو نشان از تو نمیترسم. میدیم. من از تو نمیترسم. ای سبونت رو میکنم سینان گفتم. نکن خواهش میکنم. این گپا رو یک طرف مان. تو افتیدنت را نه بلکه چگونه به پا خستنت را فکر کن. حالا راه تمام نشده است آخر. باز درخواست است، باز سودی عالی است، اعتراض است. چی خیل درخواست آقای داستان، چی خیل درخواست. نمیبینی مگر دستشون به همه جا میرسد. یک دستشون میبری دیگر دستش میبراید. همشون مثل 8 پاش شدند. اگر مناسبت سودی را میدیدی دیده و دانسته مرا مسخره کرد. همین قدرش موند که از سود راند. با درون چشمم نگریسته جیگرم را کنده پرتافت. آرام باش نجیب سردار. آوازت به مثل نفری که رو هفتاده شده است مانند شد. درون من میسوزد آقای داستان. هستیم را گم کردم، هستیم را. کجا میروی؟ کجا میروی؟ تو کجا میروی؟ نمیدانم. نجیب یک لحظه. تمام شده کنم. یگان چیز تمام نشد. هیچ نباشد من تمام شدم. تمام شدم. طاقت نمیکنم. هر روز خدا ضربه میکنم. طاقتم نماند. مرا هم فهمید. حتی وقتی که همینجا میآیم پایهایم به عقیب میرود. هیچ چیز تمام نشده است. به خود بیا. یک طرفی است. من دیگر به عدالت شما و به حقوق شما باوری ندارم. در حقیقت گداق بوده است. نجیب سردار این سخنان را از تحت دل نگفته ایستاده ای. چرا؟ آقای داستان مگر حقوق همسری مرا گرفته میارد؟ نباشد بگوید کی؟ قاتل زن من کیست؟ کی سخن میکند با نفری که کودکایم را گرفته است؟ همشون در بیرون سیر و گشت دارم. دروغ است مگر؟ نباشد تو هم رو سلاحت را گیرو به خانه استینان درا. در پیشانیش سلاح را منو پران. او وقت شاید زنت برگردد. در اصل فکر از فکری بد نیست. میفهمی؟ اگر ترس از خداوند نمی بود باور کن برای اجرای سخنت یک لحظه هم نمی ایستادم. حتی یک لحظه نمی ایستادم. بیامان. نجیب این تشکیلات احتیاج به تو دارد. حتی مرگت برای این بیخونها ترسی جدی میدید. فهمیدی؟ حتی مرگت. دیده ایستاده ایم چقدر میترسم. آدم ها روی راست ما را مسخره میکنن. نجیب سردار راست میگوید. سخنهایش حقند. تو رو به دادم میگویم. سرت رو میکفوند. از این پس هم پدر و هم مادر تو منم. میشنوی؟ سینان یک طرفی است. سرده دروغی. اینجا بیا. سرده بیا. مرا. سرده. خوردار نشوید. من میدونم که چه خیل آدمش کنم. راست بخوانم. از من چی خواهش میکنم؟ وگرنه تگی پاید میکنم و کسی خلاصت نمیکند. راگر. از من چی میخوایی میگویم؟ بابا صورت به من رسید نه؟ سینان سرده مرا. ای راگر پسری همان پدر تو هم مثل او یک رو هستی. ای سرده راگر مرا. میگویم. سرده مرا. مخیر نمیگیرم. مرا هم گوش نمیکنم. راگر از من چی میخوایی؟ کودکی بیادب. راست به سوی خانه رفتم. اگر قاتلان را دستگیر کردن خواهی از این داد و فیغان کردن بهتر می بود که به تشکیلاتی که تو را صاحبی میکنند نظر کنی. هیچ نباشد ساختارها هست. ساختاری حقوقی هست. برای کی فایده میارد؟ ما میدویم و دستگیر میکنیم
پس فردا ضیافت آراستم مستی میکنم. نجیب، اگر در تو هم باوری نمانده باشد احوال این خلق چی میشود؟ میخواهی که بجای مقابل ترور در محکمه است نوشته کشال کنیم؟ پس می نویسیم همه حقوق خودش را خودش تامین کند، قوه کسی به کسی میرسد پایمال کند، همه آزاد است نویسیم. همین را میخواهی؟ کنی را گرد درا دیگر از این حجره نمیبروی. میبرویم فهمیدی میبرویم. یک بار سنج بین قدمت را بیرون مان، پس آن میبینی که چی میشود. از تو یک ذره هم نمیترسم. یکون کار کردن نمیتوانی. گوش کن آلپرین، امتیازت را از دست داده استاده. شنیدی سیدیا چی گفت؟ بله، با پایم زندگی میکنی. با عقل شو. امتیازت را از دست داده استاده. حالا هم تو ببینه یادم همه این کارهای دانو به شما نشان میده. گوش کن، کار بارم زیاد است وگرنه به تو سر و کار دیگر میگیرم. بیا سینان جان بیا. کودک رو کمی به حال خودش گذار. بین هم دیر یا زود تسلیم میشود. رفتیم بابا، او رو به حالش گذارید. شد برایت. با من کاری کردن نمیتوانی. دادم اومدم مرا گرفتن نتواند، من خودم ببرایم. من رو اینجا داشته نمیتوانید، من رو اینجا داشته نمیتوانید. در اکشاید نگویم کشاید میرم. من رو داشته نمیتوانید، شنیده داشته نمیتوانید. گوش کن نجیب، تو کاری زیبنده خودت را کن، به خود بیا، هر چه زودتر به خود بیا، به تو احتیاج داریم. حالا باشد از همه زیاد. آقای دادستان، امتیاز تکرارن دادگاه داریم؟ بله، در دادگاه شکایت می شود. اگر اینقدر دوام دادن گیری کارمان دشوار می گردد. خودت را به دست گیر، خواطر نشو، کودکان را می گیری. تنها کمی صبر کن. اشا ببخشید، امروز کمی بی خودم. از شما و از آقای دادستان بخشش میپرسم. استغفرالله سردارم، ما شما رو میفهمیم. چی کنیم؟ صبر در وقت دشواری معلوم میشد. خیر، با یک بار رفتیدن اسب سرشان نمیگیرن. این مراتب ببخشید. همه تون از پی کارتون شوید. یگید خوب هستی؟ چی شد؟ هیچ کم نیست، شد تمام. گوش کن اکا، اگر یگان چی باشد و از ما پنهان کنید خفه میشویم، حتی سخت خفه میشویم. چی شد بگو. خیره آتیف رئیس قهرالود است. یکی سرکمیسر، اگر کار تمام شده باشد برویم. من باید به شعبه درایم. اول به مرکز ما میرویم. ماشین به من لازم است. من بعد میآیم. اکا تو به کجا میروی؟ چی باید به تو حسابات دهم؟ کارم هست میفهمی؟ شد یگید آرام باش. تو با خواستی خودت رفت. خب ما میرویم. رفتیم بچه ها. алло, кору ҳал карда тавонистед? بله حل کردم. ягон камбудӣ нашуд? نه نشد. باید هر چیز زودتر بخوریم. чаро чӣ воқеъ шуд? یک مسئله خصوصی خیلی مهم است. хуб, як соат пас дар анбор вомехӯрем. خیر تا بازدید. чӣ бошад ин масъалаи муҳимаш? худоё. چرا اینقدر دیر کردید؟ با یک عذاب تمام کردیم. یکی در کجاست؟ کار داشته است. ماشین رو گرفته رفت. چی کار داشته است؟ آخه نگفت با ما. نگفت. خیری، من از تو نپرسیدم. ببخش آقای مظهر. ببخشید نمیتوانی جوابی صحیح دی. بله باتوس. نمیدونم سردارم، با ما چیزی نگفت، لیکن خوب هم نمینمود. کمی قهرالود هم بود. یا الله. اگر اصلش را گوییم، او پرونده های از پیکس گرفته را نظر کرد و هرچی شد پس از آن شد. لیلا 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 در کجایی؟
در کجای تو لیلا؟ ببخشید حالا وقت این نیست. تلفنش را خاموش کرد. و این کودک چی شده؟ جواب نداد؟ آخر چیزی نگفت. ببخشید. چی شد؟ چرا مرا جیغ زدی؟ هیچ چیز. تنها یک چند سوال دارم. هم از من خواطر میشوی و هم در روز روشن مرا نزدت جیغ میزنی. چی بود است این مسئله مهمت؟ پیکاس در کجاست؟ پیکاس رو چیکار میکنی؟ به من لازم است. عاطف، تو میتوانی بفهمی که از کامپیوتر چی را دیده است؟ شاید توانم. اگر پرونده یا اینکه ثبت تازه نشده باشد میتوانم. آقای مسعود برای شما حتما یگان کاری خوب میکند. حاضر من یکی سخن کردم و یکی از دهانم بر آمد. آقای مسعود مرا ببخشید که زبانم رو داشته نمیتوانم. ها خیری؟ بعضا از دهان تو هم سخنهای درست میبراید. لیکن نزد آقای مسعود عیب است. روید از پی کارتان شوید. یگیت را باید که یابیم. نسخه از پرونده هایی که از پیکاس گرفته ایم به من روان کنید. همش رو یک به یک میبینیم. و تو به همان کار مشغول شو. نسبت پرونده ها گزارش انتظارم. اطاعت آقای مسعود. چی ایستاده اید؟ زودتر از پی کار شوید. چی ایستاده اید؟ عاطف راه ده. آقای یگیت، پنهانی از من چی کارها را انجام میدی؟ آقای مظهر میکابد یا اینکه تو؟ آقای مظهر. به فکرم دروغ میگویی. چرا دروغ میگفتم؟ مکان پیکاس را از تو میپرسم. اگر دانی به من بگو. گمان میکنم که تو میدانی. این خیلی سوال دادنت به من معقول نیست. گویا که پنهانی چی کاری کرده ایستاده ای؟ گوش کن، کاسه صبرم را لبریز نکن. وای بیشرف به من لازم است. یگیت، نمیدونم چی شده است. با من درست فهمون. کوشش میکنم که کمکت کنم. وگرنه من میروم. گرام با من چنین رفتار میکنید؟ من از تو آدم بر این میپرسم. چرا مرا عصبی میکنی؟ سوالی خیلی آسان. پیکاس در کجاست؟ اگر جای پیکاس را دانستنی باشی و بعضی چیزها را پرسیدنی باشی از من پرس. اگر به مورد باشد مکانش را میگویم. اگر نگویی میروم. یگیت. ملیکه. ملیکه زنده بوده است. جایش را تنها پیکاس میداند. همین را انیق کردنیم. آقای مظهر، پرونده ای که یکی دیده بود پیدا کردم. پس سرت مثل جاروب است. کدام پرونده بوده است؟ به شما ایمیل روان کردم. از کامپیوتر ببینید. من به شما کمک کنم. لیکن ما ندیدیم. در پرونده چی است؟ شد، اکنون هر دویتون برایید. روید. راه گرد. عاطف، در درون پرونده چی بود؟ نمیدانم. با تو چی فرق دارد خیری؟ خیلی چی فرق دارد؟ برادر، ما کارگر استخباراتیم. مثل تو آدم کیهانی نیستیم. اکنون بگو در پرونده چی بود؟ خیلی خنده آور. کال. این هم به سرمان بلا شد. یگیت اگر این را فهمیده باشد وای بر حالمان. تو چی گفتی؟ ملکه زنده است؟ ملکه ای تو؟ بله، نمرده است. تو این را از کجا میدونی؟ از کجا دانستنم فرقی ندارد. باید که او را یابم. برای یافتن او اول پیکاس را باید پیدا کنم. آقای مظهر زنگ میزند. لیلا، حاضر تو بیرون از شبکه قرار داری، فهمیدی؟
беақлӣ накун йигит, ҳамаи корро барбод медиҳӣ. аз ин кор оғои масар хабар дорад? гӯш кун лайло, он зан ҳаёти маро сӯзон, мефаҳмӣ? ман ӯро дӯст дошта будам, маро фиреб кард, масхара кард, ӯро бояд мекуштам. аммо наҷиб саддорро гӯш карда ӯро напарондам. акнун ин фурсат боз фаро мерасад. ту мефаҳмӣ лайло? беақлӣ накун. чӣ хел беақлӣ будааст? бигӯ чӣ хел? ту намедонӣ ки он мор бо ман чӣ кард? хостам оила барпо кунам. ӯро дӯст доштам. мефаҳмӣ? дӯст доштам. ақли ту дар ҷӯяш нест. ту чӣ кор мекунӣ? ба оғои мазҳар занг мезанам. ба касе занг намезанӣ. оғои масҳарро як тараф гузор. ба ман ҷои Пикасро бигӯ. бигӯ, мегӯям ба ту. ту мефаҳмӣ чиҳо гуфта истодаӣ? беақлӣ накун. агар оғои масҳар фаҳмад, туро ҷазо медиҳад. гӯш кун маро. бале, ман девонам. ин хелу он хел не чун девонаҳое ки ту мешиносӣ. ман одами муқаррарӣ нестам. ман наметавонам ки мисли одамони дигар бошам. ман гоҳ-гоҳе девона мешавам. дунёи ман тағйир меёбад. ҷои Пикасро мегӯӣ ё не? телефонро ба ман деҳ. ба оғои масҳар занг мезанам. шояд кӯмаке расонад. агар малика зинда бошад, ҷӯяшро медонад. ба ман оғои масҳар не, Пикас лозим аст. магар намефаҳмӣ маро? бигӯ ба ман ҷои он разилро, ҷои он бешарафро бигӯ. бигӯ мегӯям. лабай оғои масҳар. зуд ба ман макони йигитро пайдо кун. майлаш оғои масҳар. сардорам, хабарҳо бад аст. боз чӣ шуд? навиштаҷотҳои рамздоре ки аз компютери Пикас ёфта будем. бале. Пикас медонистааст ки навиштаҷотҳо хонда намешавад. яъне? дақиқ намедонам. лекин барои 2 афсар кофткопҳои зиёде анҷом додааст. дар дасташон сабти видеои нохуши 2 аскар ҳам ҳаст. иғво меандозад. пас ин одамон ва ин домҳо барои чӣ? айни ҳол дақиқ намедонам. лекин ин нафарон ҳатман аз онҳо нияти чизе ба даст овардан дорад. бе ин ҳам чандин сол аст ки бо ин роҳ нафарони зиёдеро ба зону шинондаанд. дар ин мавзӯъ ту ҳақ ҳастӣ. ин кор аз ҳоло бузургтар мешавад. сардорам, барои ташриф ба манзили ман такрор ба такрор аз шумо миннатдорам. хуш омадед. хуш бошед. шумо духтари наҷиб сардор ҳастед? номатон? нурбону. нурбону. мамнун шудам. мамнун шудам. шуморо қаблан дар телевизион дида будам. дар ҳаққам гуфта гузаштанд. шуниндаатро бовар макун. سینان آرزو میخواهم که با ایرجان و حسین شناس شوید. ممنونم. ممنون شدم. ممنونم. خوش آمدید. ممنونم. خوش آمدید. خوش باشید. سینان مثل من و پیکاس بر این بزرگان را انتظار نبودی؟ خوشحالم چون این مهمانان عالی قدر را هرگز انتظار نبودم. ببخشید که کمی انتظار میشوید. تا آماده شدن دسترخوان یک چیز مینوشید؟ برای من ویسکی. خواهش میکنم با من شراب سفید. البته. بیا همین تب فکر کنیم. در دست پیکاس نوشتجات‌های رمزی است و البته آن را خوانده نمیتوانم چون که آن مخصوص است. بله. برای خواندن آن باید که رمزها را بدانیم. میفهمیم؟ برای همین تجهیزات را باید به دست آورد. بله. پس این را او چگونه انجام میدهد؟ با کی و کی اجرا میکند؟ باید که این را دریابیم. آقای مظهر، مکان اکه یگیت را معلوم کردم، در همین اطراف است. شد، تشکر. و توس من میبرایم و تو کفتکاب را دوام ده. در حقیقت تو دیوانه شده ای، عقل در جاش نیست. نمیگویی مگر حالا هم یک روی میکنی؟ یک روی نمیکنم، تنها به تو کمک کردنیم. تو باوری داری که او زنده است؟ باوری داری؟ گوش کن،
شاید تو را در نزد پیکاس دیده باشی، شاید با آنجا رفت و هم داشته باشد. یک فکر بی‌عقلی کن. نکن یگید، در نزد پیکاس چنین شخص نیست. پس چرا اینقدر از من درباره ملکه میپرسی؟ دروغ میگویی، دروغ میگویی. لیلا، با من دروغ نگو، فقط دروغ نگو. تو مگر او را ندیده ای؟ او را ندیدم. فرض کردیم که او زنده است. اگر یافتی او را چیکار میکنی؟ آن طرفش کاری تو نیست. حساباتی ماندم را چنان با او برابر میکنم که کسی شنود فراموش کرده نمیتواند. فقط او را یابم بس است. انشالله که زنده است. از نمردنش پشیمان خواهد شد. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. چی شد سینان؟ حالم آماده نیست؟ مروه خانم، آقای سینان یکی از نفرانی دوست داشته ترین ما. الله بای سردارم. داخل کی آماده می شود؟ یک دم پس آماده می شود سردارم. زود باشید، زود باشید. دسترخوان آماده شد. شد، تشکر. مرحمت به تالار. مرحمت جنابان. رفتی. پیش دروید. اوه، در اینجا ضیافت بوده است. چگاه باشد اینجا؟ مرحمت کنید. آقای سینان شما مرحمت کنید. خواهش میکنم. مرحمت. شما پیش بذارید. مرحمت کنید آقای مینی. نام این آدم چی بود؟ پاکیتاس بود. چی کی باشد؟ مرحمت. تشکر آقای سینان. مرحمت جنابان، مرحمت. خوش آمدید. تشکر. خانه هم زیبا بوده سینان. همش موافق طبع آرزو. در حقیقت معقول شد. خیلی زیبا آرا دادی. وقتی به نفقه برآمدن من همچونی خانه خیال میکنم. سردارم امیدوارم که خیالاتون عملی میگردن. تشکر. مادامی که نمیگویی پس من او را با اصول خودم میابم. خیر نباشد. بخیر هستید؟ چی واخوری پنهانی از من؟ به هر دویتون زنگ میزنم تلفن ها رو جواب نمیدید. کی را میکوبید؟ من کسی رو نمیکوبم. یگید پیکاس رو میکوبد. یگید چرا او را میکوبید؟ یک حساباتی که نداریم، همان را برابر کردنیم. چی بوده است؟ ملیکه گویا زنده بوده است. ملیکه؟
یگیت این از کجا برآمد؟ از کامپیوتر پیکاس. بله آقای پیکاس، موضوع رو آغاز میکنیم. چیزی که میدونید با کمک عزیزه خانم یک چند حجت رمزی به دستمون رسیده است. لیکن یک کمبودی داره. چی بود از کمبودی؟ حجت های رمزدار به جای لازمه باید رمزی رود. حجت هایی در دستمان بوده رمزی است. برای همین برای ما فایده ندارد. برای همین با ما تجهیزات لازم است که رمزها را خواند. آن وقت حجت برایمان فایده می آورد. پس سوال آشکارا است. این تجهیزات را چگونه به دست می دراریم؟ این تجهیزات تازه استحصال شده از مکانش به جای دیگر برده می شود. اما تو به مکان نو نمی رود. البته که اگر رفیقا به ما کمک کنند. شما چی ها گفته ایستاده اید؟ تجهیزات رو گرفتن غیر امکان است. این روی راست جاسوسی است و بندی ما رو میکشند. شیر بچم، تو بندت را بر وقت کشیده ای. نشعکشان را به خود کشیده به سپارش عزیز خانم و دخترها وقتی خوش گذرانیدن خیلی خوب بوده. مادامی که وطنتان را دوست می‌دارید نمی‌پرسند که چرا به این کار در آمده اید. به این کار چی دخلی دارد؟ این تنها یک وقت خوشکنی بود و خلاص؟ انا اینش نشد. زیرا هر کار حساب و کتاب دارد. وقت خوشکنی را ما که یافتیم پس حساب و کتابش را هم میکنیم. در این کار جای حیران شوی نیست. ببخشید که رفیقمان با هیجان آمده است. شما خواسته‌تان را گویید بسنده است. من راضی نیستم. التماس مرا ببخشید. در آن حجت ها سرهای بین المللی است. اگر به دست دیگر کشورها رسد، مادامی که از آن میترسید که چیزی به دست کسی دیگری نرسد، پس از آن نوارهایی که با دختران زیبای عزیزه وقت گذرانی کرده اید بترسید. معلوم می شود که با کامیرای پنهانی ثبت کرده اید. چه خیلی ثبت کردنش رو یک طرف گذار. چه خیلی که میبینم وقتی خوش گذرانیده ای. این وقتا چنین ثبتات در اینترنت برزیاد شد. مادر داری، پدر داری، باز مادرت کلینی موافق برای تو یافته است. در همه جا پدر و مادرت با کلین شونده با کبر و غرور میگوید که فرزندم به وطن، به مادر خدمت میکند. من کلان میشم، قهرمان میشم. این کاری کرده اتان تهدید است، بی‌ناموسی است. بشین در جایت شین. مایلش من میگیرم. بی‌ناموسی بوده است. تو دردی خودت هم فکر کن. در نوا تو هستی یا اینکه من هستم؟ پیکر سردارم، آرام باشید، عصبی نشوید. در کامپیوتر پرونده رو دیده در جستجوی پیکاس شده است. تو هم رفته بپرس که ملیکه در کجاست. خب البته میپرسم. اگر ملیکه زنده باشد بس دقیقاً بازیش دوام دارد. دقیق دنبال دسیسه دیگر است. آقای مصر، چرا خنده میکنید؟ ما دنبال چی هستیم و تو با چی مشغول هستی؟ فکر کردم که دیگر شده ای. فکر کردم که نفری شده ای که باز هم با عقلانه حرکت میکنی. چی گفتن میخواهید؟ مگر نمیفهمی این بازی پیکاس است. شاید آنها میخواهند در فکر ملیکه باشی. عقل تو را پریشان میکنند. البته
مقصد اساسی آنها عقل استخبارات را پریشان کردن است. خب اما چرا برای این کار باید چنین نقشه احمقانه طرحریزی کنند؟ برای آنکه او خیلی خوب میداند که تو سلاحی پرقوتی هستی. اگر تو از بازی برای دست او پرقوتتر میگردد، حتی جهاز رمزنگاری را به آسانی به دست می آورد. چگونه رمزنگاری؟ ساختار همه این نوشتجات هایی که رمزنگاری کرده شده است زیر تهدید قرار دارد. فکر میکنیم که پیکاس دنبال رمزنگاری است. سبب؟ ما میدانیم که پیکاس و عزیزه با راه گروه فاحشه‌گریشان 2 افسر را زیر دام خود گرفتند. عین حال آماده حمله آخرین می باشند. ما باید در این کار هوشیار باشیم. بگویید ما در دست چی داریم؟ پیکاس برای دسترس کردن خواندن رمزنگاری از 2 افسر یکیش را به دست آورده است. پیکاس برای خواندن رمزنگاری تگمچه را پخش کرده است. اکنون حاضر مانعه فروش سر و اسرار دولت به اجنبیان میگردی و یا دنبال بازی نفری میشوی. تجهیزات را میخواهم. مسئولی به خطری آن شما هستید و شما میدانید که به کجا میرود. در مجموع تا لحظه آخر به کجا رفتنش رو میگوید. شاید ما هم تا لحظه آخران انتظار میشویم و شما خبر میآید گذرگاه را که دانستید به ما خبر میدید. تمام. باقی کاری ماست. این کار را که حل کردید ثبت ها پنهان میگردد و دوستیمان چون پیشینه دوام میکند. مواد نشعه‌آور، دخترها، مکانهای دلخوشی و حتی دستگیری هایی که از آنجا هرگز انتظارش نیستند و حتی توصیه دهنده های بی همتا. فکر میکنم که مصلحت شد. این جوان ها ظاهرا با عقل می نمایند. به فکرم مصلحت شد. آینده درخشانشان را محو نمی گردانند. شب انتظار خبری شما می شوم. همین کار حل شود. اگر نافهمی پیدا شود این شرمندگی را در سرلوحه برنامه اخبار به عائله‌تان نشان می دهم. فهمیده شد؟ فهمیدید مرا؟ فهمیدم جناب. شما او رو ببخشید. من شخصا کفیلم. خوب نباشد مجلس تمام شد. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشی سیدان جان. خوش آمدید. در حال به دادم باید زنگ زنم. از اول به تو گفته بودم در کار ما به حیثیات شخصی و حساب کتاب شخصی راه نیست. دشمن نرمی شکمت را نقض می داند. از این پس هم کارشان را دوام می دهند. وقتی آن است که با عقل شوی. آن دختر حیاتی مرا سوزاند. از روی او حتی پدرم را از دست دادم. لیکن من گمراه او را دوست داشتم. تو را می فهمم. برای ناراحت شدنت حق هستی. خب این کار توقف می یابد. اما وطن چی؟ در اینجا صحبت رو دوام میدیم یا اینکه دنبال تجهیزات رمزنگاری میشویم؟ یکی تو چی میگویی؟ شد ناگاه به سرم آمد. معلوم که کار پیکاس هیله و نیرنگ است. شما حق هستید. لیکن این نامرد روزی به دستم می افتد و همش را نقل خواهد کرد. آن روز که شد می بینیم. بیایید اکنون می رویم.
لابه آقای داستان در کجای نجیب سردار؟ کمی غمگینم آقای داستان. امروز کمی استراحت کنم. مایلش تنها خواتیر شدم. در خونه ای؟ بله. گفتم که در کجا بودنت رو دانم. استراحت کن. پگاه میخوریم. خوب آقای داستان. صبر نجیب، صبر. سرمشق همه کار صبر است. که میداند چیکار کرده ایستادند. خیر کنی بیایید قدح‌ها را برای زفر امروزه میبرداریم. ای نوربانو جون، بهانه پیش نور، باید نوشی. آخر امروز زفر تو را جشن میگیریم. مدامی که برای من جشن گرفته ایستادید، پس شما رو تنها نمیگذارم. کنی میبرداریم. کنی جنگ دارید. کنی استید من برای شما یک موسیقی خوب میارم. جانکم، نه به یادم اومد رفته دادرت رو جغ زد. شیرینی خورده به این محیط عادت کنه. اپای ارزو من نمیروم. باز یگان سخن میگویند تبم رو خیره میکنم. مایلش نباشد من میروم. نجیب الماس. دادا این منم. آلپرین بچم چه حال داری؟ حاضر من اینجا درباره شما فکر کردم. برای شما جاسوسی کرده ایستادم دادا. چیا میگوی آلپرین؟ دادا در اینجا کارهای عجیبی شده ایستاده است. پیکانوس گفتنی آدم به خونه اومد. پیکانوس کیست آلپرین؟ شاید پیکاس باشد. ها همون آدم. خوش چیا گفتن؟ با خدا رحمتگاری میگویند چی میگویند؟ با فکرم باز دو افسر دیگر بود. افسر؟ خدایا آنها رمزگاری را دزدیدن میخواهند. آلپرین من یگان چیز نفهمیده ایستادم. اول آرام باش پس آن یک بار نقل کن. گوش کنید. دو افسر آمد. پیکاس هم همونجا بود. نفر را تهدید کردند. همون تجهیزات رمزنگاری را میدزدند. نام های افسران چی بودند؟ شنیدی؟ یکی اش را شنیدم. آلپرین؟ حالا زنت اومدند. یک دقیقه پای آرزو میآیم. کی آمد باشم؟ آلپرین در اینجا چیکار میکنی؟ در تلفن با کی گپ زدی؟ کنیده؟ الو آلپرین. گپ زن آلپرین. تو اینجا چیکار کرده ایستاده چی شده است؟ مگر اینجا زندان است؟ آواز دادم رو شنیدن هم من است. خدایا توبه. با دادا چی گپ زدی؟ با تو چی؟ گوش کن آلپرین. بیاین هم تو رو با یک عذاب از دستی بابایت خلاص کردم. اگر باز چونی کنی اون وقت تو رو خلاص کردن نمیتوانم. فهمیدی؟ او خودش کی بوده است؟ کسی با من دست دراز کردن نمیتواند. اگر کسی با من دست دراز کند دادم رو تو کوب میکند. گپای بیهوده نزن. بیا با پایان رفتیم. چند سال شد که یک لقمه هم نخوردیم. من نمیخورم. رو آلپرین سرم رو گرم نکن. رفتیم. رو گرد. درباره رمزنگاری گپ زد. خدایا چیکار کرد؟ این پیکاس باز دنبال کدام کاری هست؟ گفته بودم که اپای ارزو این کار رو حل میکنه. دیدی تو باشی بهوده ترسیدی. از کجا دونم؟ از اون روزی که اون کپی رو پخش کردیم عقلم رو خوردم. از این پس هرگز نترس. پشتیبانت عزیزه خانم است. حالا هم نمیدونی که از دستی عزیزه خانم چی کارهای نمیآید. بیا نوشیم. اپا؟ تو چی شراب می‌نوشی؟ آره چی؟ با تو حسابات هم حسابات ندی. از آدم وجودو شیم گفته از اپا و داداری هم استعفا کردنی. شد بسیار گپ نزن. با اپا چیکار داری؟ حالا هم با عقل نشده ای مگه؟ کاری تو نباشه من با اپا هم گپ میزنم. گوش کن حاضر تو رو. شد مرو جان. تبت رو خیره نکن. تبی او خیره نشود تبی من خیره شود. همین خیل.
قدر و زود پرتو. نپرتویم چی میشود؟ چی میشود؟ چی کار میکنی؟ انا همین رو میکنم. اینجا بیا، حاضر من به تو نشون میدهم. با تو گفتم پردو نشو، رفته شراب خودت رو نوشو. چی گپ است اینجا؟ چی گپ؟ گفتم که اینجا چی گپ است؟ با تو نگفته بودم که این پدر مانان را بیرون نبرار، مثل پدرش است. نه این آدم نمیشود، آدم نمیشود. سرده مرا میگویم، سرده. به این هم درد کند گفته استادم. کنیر را سوی خانه راگست. ای راگرد میگویم. آقای مسر، روز بخیر. تعجیلا باید با شما واخورم. پیشروی های عجیبی شده است. مایلش در آنجا وا میخوریم. کنی اینجا درا 3 روز از این حجره نمیبرایی. آب و نانت را در همین جا میخوری. یا آدم میشوی یا دیگر راه نیست. من بچه نجیب علماز. این تهدیدها مرا نمیترسونن. صدقه نامی بابا شوی. برای گوش کردن و موادها را به دست آوردن تنها موادهای رمزگیرایی بسنده است. برای گوش کردن تجهیزات‌های رمزگیرایی را باید داشت. این تجهیزات‌ها را که می‌بینید در کارخانه‌های داخلی با تکنولوژی خودمان استحصال می‌شود. درست است که به استفاده این تجهیزات یگان استخبارات خارجی موادهای مخفیمان را خوانده نمی‌توانند. برای جناب، به استفاده این تجهیزات یگان حجت رمزدارمان را خوانده نمی‌توانند. پس معلوم می‌شود که حجت‌های رمزدار را دزدی کردن معنی ندارد. 100% حق هستید. سندهای دزدیده شده روز دیگر دوباره رمزگذاری می‌شوند. خیلی خوب، اما مادامی که درها رمز گردانیده می‌شود، پس چرا دنبال این تجهیزات هستند؟ و گوشمان به معنی می‌نماید. لیکن در اینجا یک سوال هست. فرض کردیم که تجهیزات را دزدیدند. اگر در دستشان نوارهای قبلی باشد، پس خواندن آن حجت‌ها غیر امکان است. و اگر حجت‌ها قبلا در دست داشته باشند، پس آنها را میتوانند خوانند. این یک درد بزرگ است. میدونیم که در دستشان حجت دارند. یعنی پیکاس خودش تنها رمزنگاری را استفاده برده نمیتواند و برای همین هم از پی تجهیزات است. متاسفانه همین طور. برای همین این تجهیزات نباید به دستش رسد. بهتر هر چیز زودتر شروع کنیم. سردارم، نسبت این دو افسر معلومات‌های به دست آوردیم که قبلا نداشتیم. این دو افسر مسئولی به خطری انتقال تجهیزات‌های رمزنگاری میباشند. این افسران را از نزدیک تحقیق دارید؟ بله سردارم، و تاز از پی این کار است. ادامه ده. با یگی خبر ده. وقتی عملیات سر شد. حسین، این چی احوال است؟ با خود بیا، آخر کارمون است. روزی دراز فکر کردم. من خواهش پیکاسو را اجرا کردن نمیتوانم. چی که باشد به ذمه میگیرم، لیکن به وطن خیانت نمیکنم. دیگر امتیاز داریم؟ یک بار گریبان را از دست داده ایم. برای خطاهای کرده من چرا خلق جواب بدهد؟ بگو چرا؟ خیر، یک خطا کردیم. مراتب دیگر جبران میکنیم. ارجان این کار جبران ندارد. این آدم‌ها در حیاتشان ما را ترک میکنند. خیانت وطن جبران ندارد.
خدایا چونین خطا را چگونه کردم؟ خدایا مرا از خیانت کردن به وطن نجات ده. با پدر و مادرم چی وعده ها داده بودم؟ گویا با وطن خدمت کردم. سرشان را بلند میبردارم. چی خیلی به این دام افتادم؟ خدایا چرا چنین شده؟ چرا؟ حق این لباس ها را داده نتوانستم. برایشان داغ سیاه نهادم. حسین حاضر وقتی آن است که خود را با افسردگی بزنیم. هر چیز زودتر شد کشانم نمیکنم. خواطر مباش. میبرایم. ما هم در حال میبرایم. افسرها حالا در خانه اند. کار را زیر نظارت میگیریم. یکی این خانه کیست؟ این یکی از مکانهای عزیزه و پیکس است که برای به دام افکندن جوانان با وعده آینده درخشان مثل افسران استفاده میکنند. زنها را فریب میکنند، به افسران جوان را با مواد مخدر عادت کننده اغوا میاندازند. رمزنگاری، دزدیدن، اسرار حربی، خدمات عالی امنیتی را فروختند، قاچاق مواد مخدر و هر گونه کار افلاسی که باشد جوانان را مبتلا میگرداند. دیگرش معلوم مثل رشته جوراب کشاده میشود. خب نباشد در حال براه برایم. با اجازت شما ما میبرایم. سردار من هم میروم اخیر؟ به حافظ توی میشود مگر؟ البته که میایی. گرچنده که خیری توی را به جنازه مبدل میگرداند. سردارم لازم باشد همون جنازه من میشود. خواهش میکنم. خیری سخن خیر بگو. کنی پیش درا. من پیش رامو تیرها رو من خورم. اگه گید باشد من رو مسخره کرده گذرد. انا این دوستی شماست. بس کن خیری، بس کن. رفتیم. را گرد. خدایا من با این هیچ کار میکنم. حسین زود باش. دیر شد. حسین زود باش میرویم. تا حال آماده نشدی مگر؟ من در این کار نیستم. چی خیلی نیستی؟ اگر تو نباشی من خودم تنها کاری رو کردن نمیتوانم. تو هم با وطن خیانت نمیکنی. حسین همه این رو از بینیمون میبرارن. تو من رو نمیفهمی. فکر کن که نوارها رو در اینترنت پهن میکنن. اکا نابود میگردیم، میسوزیم، محو میگردیم. آنچه که از دستشان نمیآید نگویند. اگر که پرداخت کرد پس نباید خلق پرداخت کنند. من پرداخت میکنم. بیعقلی نکن حسین. گوش کن. حاضر تو درست فکر کردن نمیتوانی. بیا رویم. بیا با من. در راه گم میزنیم. نمیشونم یرجان. من این کارا نمیکنم. کشاله نکن. اگر خودم تنها میتوانستم کشاله نمیکردم. اگر با تو احتیاج نمیداشتم این کارها را نمیکردم. رفته خودم میکردم. لیکن مسئول گذرگاه تویی. کنی پیش درو. تو گبرا نمیفهمی مگر؟ گفتم که نمیروم. چی خیل نمیایی؟ در این وقت از نیمه رو برگشتن خطاست. من کسی را در نیمه را نپرتافتم. وطنم را هم ترک نمیکنم. پی کسی ناخلف مرا در دنیا شرمنده کنتم. من در خطاگی خود میسوزم و با وطنم خیانت نمیکنم. باز میگویم با وطنم خیانت نمیکنم. فهمیدی؟ برو رو. حسین با خود بیا. تنها تو شرمنده نمیشوی. من هم میشوم. من زن و کودک دارم. شرمنده شدن رو بازی من نمیگیری. لیکن با وطن خیانت میکنی. همین خیلی ها؟ مگر ما رو چنین تعلیم دادند؟
من نمیگذارم که مرا سوزانی. وقتی رود بگریست همش براه میدراید. به خود بیا، این راه ما رو به بالا میبرد. در آینده بالا مقام میشویم و بعد با آنها حساب کتاب میکنیم. لجامی کسی که در دست پیکاس باشد، پادشاه هم باشد، ناعلاج است. ما رو چون گربه دستش استفاده میکند. او چی که خواهد ما مجبور همه رو میکنیم. کسی رو که خواهد همه رو دستگیر میکنیم. من برای پیکاس کسی رو آزار نمیدهم. با وطنم خیانت نمیکنم هرگز. این را دانسته گیر. من تو را میپرانم. چی ایستاده ای؟ پران مرا. تو هم خلاص میشوی و من هم پران. چی ایستاده ای؟ پران میگویم. نمیفهمی؟ پران. سردارم حداقل باید دیر نکنیم. این کار در فیلم ها می شود. پلیس پس از حادثه می آید. گفته های تو در حیات نمی شود. این طور باشد گاز را زیر میکنیم. پران آخه. میپرانم. مرا مجبور نکن که میپرانم. اشکی چشمت را نگاه نکردم میپرانمت. میکشمت. پران آخه. مرا از عذاب وجدان خلاص کن. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. مرا میفهمی؟ نمیتوانم. تو دیوانه شده ای. من قاتل تو نمیشوم. چه کاری که میخوایی بکن. حساب خودت را با پیکاس من نه خودت میدهی. تو میدونی کفن از خیانت به وطن کردن لباسی بهترین است. البته حسین، البته چنین است. اگر نخواهی نیا من میروم. من به تو راهی سفید گفتن نمیتوانم. تو آدم نمیشوی. حیف تو. بله، کفن از خیانت به وطن کردن لباسی بهترین است. عجبا کجا می رود؟ در چه حال هستیم وطاس؟ سردارم نفری با سرعت برآمده رفت. دیگرش در خانه است. سردارم کو ببینیم چه دردی دارد. سردارم یک افندی گویم. کوششی مسخره شدن را نکن و مثل قربان. هر چی که به دهانت آمد گفتن نگیر. قربان کی است؟ گوش کن. قربان این عادل است. کوششی مسخره شدن را نمی کند. بیا کارمان را کنیم. من نباشم ارجان تنها کاری کردن نمیتواند. نمیگذارم که خطای مرا خلق جبران کند. این را نمیگذارم. درخشا پلیس. چیکار کنیم سردارم؟ او در را نمیکشاید. در را شکنیم اگر.
بچه‌ها مرا ببخشید. حاضر مهمان قبول کردن نمیتوانم. سردارم دوی ما همین خیلی کتف به کتفی هم باشیم. باز خیره رو میگویی؟ این شوخی است مگر؟ نه من به معنای اصلیش میگویم. همین خیلی کتف به کتفی هم باشیم. گفتنی هستم که میتوانیم یک جای در را شکنیم. البته. شد بیامان تو که نکردی من میکنم. یک کفت نه دو کفت میشویم. همین خیلی نیست مگر؟ ها سردارم من عیناً همین را گفتن میخواستم. خیر میلش. 1 2 3 بیا. خیری واتاس شما پایان را بینید. یگید تو با من بیا. اطاعت سردار. ایستادر این کارو مکن. میلش خودم را از خیانت کردن نجات میدیم. نزدیک نشوید. گوش کن. هر مشکلی راههای حلی خود را دارد. تو اینطور نکن. در این حیات در همه همان خطاگی ها می شود. لیکن به سرمان پراندن خطاگی را درست نمی کند. با من باور کن. اگر این کارت حلی مسئله می بود پس من که ها خودم را می پراندم. بیا از این کارت دست کش. گوش کن شیر بچه. چی کاری کرده باشی دستگیریت میکنیم. اصلاحش میکنیم. سلاحت را ده. با من ده. این را اصلاح کرده نمیشود. من به باطلاق در آمدم که خلاصی خواهم باز غرقتر میشوم. بهترش همین خیلی مرده میروم و خلاص میشوم. شد. درد رو بگو تا که درمانت شویم. اگر گویم چگونه درمان میشوید؟ به نفری که مبتلای نشه جلابی و به دام فحش افتیده است چگونه کمک میکنید؟ آنها از شما چی میخواستند؟ از من گذرگاه انتقالی را طلب کردند. دام میکردند تجهیزات را میدزدند. زودتر بگو. آنها به کجا حمله میکنند؟ در آنجا کاغذی باید باشد. آرام باش. همش خوب میشود. تو آرام باش. التماس یگان به عقلی نکن. چیزی نیست. در اینجا چیزی نیست. شد. تو با ما گذرگاه رو بگو. ارجان دزدیده است. نامردی به حیا. نکن. افسر این کارو نکن. الکی دیر شده است. شما هم دیر کردید. اینا کجا شدن پیکاس؟ چقدر بی‌طاقتی؟ یخ کردم پیکاس. یخ کردم. برای تو از پوست حیوان لباس تیار کنم که تا مغزک خودت رو پیچونی ها؟ میگویم وعده دادی وفا کن. میدونی که بر وعده هم ایستم. کجا شدی شیر بچه هم؟ در این جامینی کم خونو خورد. نپرس پیکاس. حسین کمبودی ایجاد چقدر کمبودی؟ باید میپروندی؟ به عقل به این هم با این کارش خودش رو میپراند. آوردی نوارها را در کجاست؟ تو گذرگاه را بگو. نوار آسان است. من گذرگاه انتقال رمزنگاری از حسین دزدیدم. نوارها را بینم؟ آفرین شیر بچه. اینها نوارهایی است که تو استعدادی بلندت در آن نشان داده ای. مرحمت گیر. اینها نوارهای اصلی هستم این خیلی. کارمون تمام شد. پروا نکن. من در وعده هم میستم. نکن دوستم. دادرم نکن. خودت را کشتن نفرانی که فرزندان وطن را به دامشان میگیرند خرسند مگردان. سردارم من به وطنم خیانت کردم. با این شرمندگی زندگی کردن نمیتوانم. افسر تو بر اینها باید زندگی کنند. تو که شرم و ناموس را میدانی پس حالا خودت را گم نکرده ای. یکی درست میگوید. از این خطا برگشتن هست. اگر اسب را به یک خطایش سر میبریدند حالا اسب نمیماند. یکی دفتیدن و خیستن را میداند. التماس ناامید نشو. آخر شما من را نمیفهمید. من سوختم خاکستر شدم. از من چیزی نمانده است. تو افسری هستی که به وطن و ملت خدمت کرده نمیتوانی. سرباز صادقی وطن هستی. شد یک موقع را از دست دادیم، لیکن آن را باید باز پس بگیریم.
شودک رو پرت اصلاحات را. بیا افسر با ما کمک کن. گذرگاه را بگو. از من دیگر آدم نمیشود. روی پدر و مادرم رو نگاه کردن نمیتوانم. روی دوستانم رو آینده‌ام محو شد. کاش که با شما بر وقت‌تر شناس میشدم. آخران فایده من بر شما گذرگاه در هر مراتبه عوض میشود. راه در خط عمران شیله. افسر تپانچه‌ات را پرتا. التماس. پرتو تپانچه را. بیا یک جای مانعی خائنان میشویم. افسر تپانچه‌ات را پرتا. بیعقلی نکن. بیعقلی نکن. پرتا تپانچه‌ات را. خدا راه شما را کشاده گرداند. پرتا تپانچه‌ات را. حرکت‌ها را حلال کنه. بیعقلی نکن. پرتا تپانچه‌ات را. پرتا میگویم. پرتا. دستکش از این کارت. از این کارت دستکش. تو چی کار کردی برادر؟ چرا؟ بی‌حیاها چنان دام افلاسی انداختند که بیچاره دیده و دانسته خودش را کشت. بیا رویم یگید. خیری و بطاس با افسر بمانید. اکنون من این کار را همین طور میمانم. اگر افسر مگر من قصاص تو را از آنها نمی ستانم. با حسین چی شده است گفتی؟ بازیش تمام شد. تو خودت از او پرسان میشوی. ارجن میگریزد. شب بخیر. تو بازیست شیر بچه. با تو کار کردن ذوق آور است. سردارم جدی نیستید آخیر؟ در کدام موضوع؟ در مسئله‌ای در وعده‌تون ایستادم. نوارهای اصلی را نداده اید. کیامینیک تو مرا به عقل فکر کردی. من دومی این احمق را داشتم. مگر سر میدیم؟ لیکن برای من پالتوی $1000 میگیرید. وعده دادیم کیامینیک، وعده دادیم. پیکاس حاضر به کجا میرویم؟ از کی این جانب به تو حسابات میدیم. ببخشید سردارم، من تنها دانستن میخواستم. نمیدانم به این هم چیزی لازمه رو میدانی. به ماشین سوار شو. خوب شده سردارم. تیرپن اینجا بیا. لابای سردارم. تو مینیکایه را صحت سلامت به دفترش بیبر. اطاعت سردارم. ها کیامینیک این لیلا را چیکار کنم؟ با تو به دفترت آید. درستش را خودت میدانی سردارم پیکاس. به فکر من همراه خودتون برید بهتر است. برای چی؟ ایستاد در وقت لازمه چون سقورته استفاده میکنیم. اگر تو نمی بودی چی کار میکردم کیامینیک؟ لطفی شما سردارم. تشکر سردارم. فالتویم رو فراموش نکنید. فراموش نمیکنم مینیکایا. لیکن اول کارمان را میبینیم. رو تو کارت را کن. نگفته نماند کیهان یاردم چیتون باشه سردارم. سردارم به همه این نگاه نکرده باید افتخار کنیم که چنین افسران سرسپرده داریم. بله باید افتخار کنیم. دیگه رای ما است که آنها را برای این گرگان آزوقه کرد. سردارم باید رفت لانه این گرگان را به سرشان فرو ریخته اشتباه ما را جبران کنیم. حتما مکانی دارند که این نوارهای تهدیدی را در آنجا نگاه می‌دارند. آنجا را باید یافت. حتما آنجا را باید یافت. سردارم اگر عزیزه و دخترانش را خوبتر تعقیب کنیم نتیجه خوبی به دست می‌آوریم. به فکرم صاحب حجره همان است. راست میگویی. سردارم یک فکر وجودم را می‌سوزاند. چی است آن؟ در یکی از پرونده های کامپیوتری پیکاس درباره زنده بودن ملیکه سخن رفته است. شما یگان چیز می‌دانید؟ اگر دانید
التماس بگوید سردارم. آن پرونده رو من هم دیدم، لیکن یکم فکر ندارم. اگر زنده باشد پس در کجاست؟ نمیدانم سردارم. آه کاش که میدانستم، کاش میدانستم. لیلا خانم کمتر پس حوست گم می شود. دام را همین جا مانید و بعد پس درختان پنهان می شوید. شیر بچه ها مردن هست و عقب گشتن نیست. امروز اگر در این کار موفق شویم بردی کلانه می شود نصیب ما. اکنون هم از پسی کار خود. ماشینی در عاقب بودن خیلی باز است که ما رو تعقیب دارد. چرا بر وقت نگفتی؟ گفتم که بیهوده خواطر نشوید، لیکن مسافر را رعایت کرده تعقیب دارد. نزدیک شده ایستاده است. بر وقت میگفتی کمک میپرسیدیم. عجبا اینها کیستند؟ در حال با پلیس زنگ زن. خدا زنگ زن. اطراف رو احاطه کرده. حرکتی ناجا نکنید. فرایید از ماشین. فرایید وگر نمیپرونید. شد فهمیدم. نپرونید نبرایم. خدا یارم آباد سردارم. رفتیم. شب می شود که به اینها من پسی سر بکنم. از پس اینها من کارم را با آسانی حل نمی کنم. زود به اینها کمک کنید. زود. سردارم شما از عهده اینها میبرایید؟ البته میبرایم یکیتان. گویا که نپرسیده ای، من هم گویا نشنیدم. ببخشید سردارم، من پیکاس را دستگیر میکنم. میخواهم به جای من در سرش یک تیر پرون، اما زنده دستگیرش کنم. سردارم این را وعده داده نمیتوانم. چی شد پیکاس؟ چرا ایستادیم؟ همین شد که باید در حال رویم. زود از اینجا باید رویم. هرچه زودتر زودتر. بچه ها چی میشوند؟ احتیاط کن و دیگر با من سوال نده. میرویم گفتم. میرویم. زودتر زودتر. تو شیر بچم سنبال نیستی. من رو بباش که به تو میروم.
حسین بال نیستم که اینها را از دست دهم. لیکن شکر خدا که نشان زنی خوب. امشب با شیر بچم یگید حساب و کتاب به میکنیم. فکرم اجلش رسیده است. شاید او و یا شاید نفری دیگر. باز نفر دیگر؟ اجل دیگر نزدیک می آید، اما انیق این من نیستم. یا بسیار حرف نزن و زود فرا زود. دویدنت تمام پیکس، مثل حیوان زندگی کردی، اکنون مثل حیوان خواهی مرد. یکیتم من فخر میکنم که از دستی تو بمیرم. بیا لیلا میرویم. چی شد پیکاس؟ گریختن میخواهی؟ این را گریختن نه، از حیات دور شدن بگویم میشود. زودتر باش، زودتر. راه گرد، راه گرد، راه گرد. چی ایستادی؟ تو هم پرون. معلوم است که برای چی در لحظه های آخر مغلوب میشویم. برای چی پیکاس؟ برای اون که با تو بر این بهنرها کار میکنم. اگر یکیت بیدار نمیشد و از من جدا نمیشد، با او دنیا را در جایش با بازی میدر آوردم. پس من اثبات میکنم که از یکی بهتر هستم. آفرین، آفرین به تو، آفرین. با فکرم او را کشتی. تگو تنها برای همتون بسنده. باید که مرا دوانید. باید که مرا مانده کنانید. به فکرم مرد. بیا از اینجا می رویم. به کجا جناب پیکس؟ حالا خربزه را نکشته. سلاحت را پرتا. پرتا سلاحت را. پرتا میگویم. آدم من دوستی دیری نه، تو را یاد کردم. من دوست تو نیستم پیکس. من قاتل تویم.